اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان محترم، به یک برنامه دیگه از اسرار ناگفته خوش آمدین. ما تقریبا 50 برنامه در مورد سحر و جادو و انواع فریب که سحرگرا و جادوگرا با مردم پیش میبرن صحبت های کردیم. لینک تمام از برنامه ها را در قسمت دسکریپشن از این ویدیو هم گذاشتیم. شما میتونین او لینک ها را هم کپی کنین، به دوستانتان از طریق شبکه های اجتماعی روان کنین و هم خودتان دنبال کنین که ما روی چی موضوعات صحبت کردیم و خواستیم چی اهداف و چی مقاصد بر شما برسانیم. در این برنامه میپردازیم به این که حقیقت چلکاف چی است. برای دیدن ادامه برنامه ویدیوی ما را سابسکرایب نمایید و ضمناً این ویدیو را لایک بدهید. جزاک الله خیر. ببینین، اکثرا سحرگرا و جادوگرا و افراد که مغرض هستن مردم به این نام فریب میتن که تو چلکاف بخوان و او را دورهش پیش ببر تا تو به یک جای و به یک مقام برسی. در حقیقت چلکاف مناجات بوده که ولی بزرگ الله خواجه عبدالله انصار این مناجاتش از کور انجام داده و او اشعار است که خواجه عبدالله انصار در قبال پروردگارش در مناجات انجام داده و او دارای 40 کاف است که این مناجات میتونه که به زبان عربی است و ترجمه شده و میتونن که دوستا از او استفاده کنن و هر کس میتونه او را بخونه به نام 40 کاف و مطالعهش کنه. او 40 کاف اینمی موضوع است، دیگه کدام چیز نیست که سحرگرا و جادوگرا از او استفاده میکنن و مردم فریب میتن. باز اول خو به مردم متر میگن که چلکافی فضیلت ها را داره و ما باید خوانده شوه و تا که فلانی خواست ما برآورده شوه و فلانی خواست شما برآورده شوه و چلکاف بخوانین و به این شکل مردم فریب میتن. به این شکل که ترغیب کردن مردم به خواندن چلکاف. باز بعد از اون میگن که شما باید ایره 40 روز بخوانین و بدون اجازه ما ایره خوانده نمیتونین. اول بیاین از ما اجازه بگیرین، باز ایره 40 روز بخوانین. باز ایره که 40 روز شما خواندین، باز اجازه را کزی گرفتن، باز ایره میگن که شما پیاده کردن نمیتونین تا که زکات 40 کاف به ما نتین. زکاتش به ما بتین که باز ما شما را اجازه بدیم تا ایره پیاده بسازین و مناجات کنین و به خواسته های خود برسین. باز که مردم از پیشش پرسان میگن زکاتش چیست، باز میگه به ما گاو بیارو، به ما گوسفند بیارو، طلا بیارو، مرغ بیارو، ایگپا بیار که زکات 40 کاف است که ایره باز ما بر تو اجازه بدیم. به این رقم مردم فریب دادن و فریب میتن و از مردم استفاده میکنن. ببینین که درست است که مناجات 40 کاف است و ما رد نمی کنیم که کس 40 کاف نخوانه، بخوانه مشکل نداره، ولی از او که بهتر اذکار رسول الله صلی الله علیه و سلم چرا نمیخوانن که 40 کاف میخوانن. خواجه عبدالله انصار درست است که ولی بزرگ الله گذشته، ولی براتون میگم که به خاک پای رسول الله صلی الله علیه و سلم هم رسیده نمیتونه. و این دوستای الله در روی زمین هستن و بودن و او 40 کاف که نشته کرده به می خاطر نشته کرده که مناجاتش بوده. یک آدمی بوده که الله برش علم داده بود و از علم خود استفاده کرده و او هم دوستی خود با الله بیان کرده در این 40 کاف که نشته کرده، این مناجات را کرده. بناهن اگر ما میخوانیم اذکار رسول الله صلی الله علیه و سلم به مراتب بلندتر از عزیز و درس هایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم توسط اذکار خود به ما داده و سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم و قرآن باید بخوانیم. اگر 40 کاف هم میخوانیم و از
از کار پیامبر صلی الله علیه و سلم کرده بهتر نیست و کسی باید ما را فریب نده و به این شکل ما را استفاده نکنن. هرگاه ما میخوایم مناجات کنیم چرا مانند آدم علیه السلام مناجات آدم علیه السلام چرا انجام نمیدیم؟ مناجاتی که نوح علیه السلام با پروردگارش کرده او را انجام نمیدیم؟ و یا ای که داوود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام و بالاخره رسول الله صلی الله علیه و سلم مناجاتی را که انجام داده در قرآن دعاست که الله ذکر کرده از زبان از این بزرگا که چی رقم به الله خود اینا دعا کردن تا دعایشان قبول شد و الفاظش در قرآن موجود است. ما باید از انبیای خود تقلید کنیم تا به یک جای برسیم، نه ای که با فریب مردم بخوریم و این چیزا را ما چله کنیم و یا ای که باز بریم اجازهش بگیریم. این کلش خرافات است، کلش چرنگیات است، این چرت و پرت است که یا جور کردن به خاطر به دست آوردن چند مقدار پول و ضایع کردن وقت مردم. به این شکل هم جادوگرا و سحرگرا این کارا را میکنن و افراد فاسد و فاجر این کارا را میکنن و مردم فکرش از قرآن و حدیث به دور میسازن. بهترین ذکر الله قرآن پاک ذکر کرده ما که بهترین ذکر قرآن است. ما قرآن بخوانیم، ترجمهش بفهمیم، تفسیرش بفهمیم و با او همیشه عمل کنیم. یعنی با مراتب، با هزارها، با میلیونها مراتب مقامش بلندتر است از این چلکاف کرده و یا ای که کدام چیز دیگه ما بخوانیم و به گپای الله و پیامبر باور نکنیم، به این گپای زی باور کنیم و توسط ازی از الله ما چی بخوایم؟ کمک و یاری بخوایم. چرا از قرآن نمیخوانیم؟ چرا حدیث نمیخوانیم که توسط از کاری که پیامبر انجام داده و الفاظی که در قرآن موجود است از الله کمک بخوایم، یاری بخوایم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لطفاً یک لحظه صبر کنید. ما با تلاش فراوان برای علاقمندان ویدیو می سازیم. حداقل برای این ویدیو یک لایک خوب دهید. و از اینکه در دنیای مجازی دنبال ویدیوهای بعدی ما سرگردان نشوید، بناهن کانال اسرار ناگفته را سابسکرایب نمایید و برای واقف شدن از ویدیوهای بعدی علامت زنگ را فعال سازید. جزاک الله خیر.